ارتباط حتی مرخصی زندانی هم با بیرون اینقدر که بیاد بیرون و یک جمله رو بگه هم محرومش میکرد. بنابراین اومد به زعم خودش تومار طبقه متوسط رو که در طول این ساله مقداری ضخیم‌تر شده بود رو نازک کردن. بعد اومد برای بقیه‌اش هم این فکر رو کرد که هر چقدر که از طبقه متوسط باقی مونده توی این موضوع، با فشارهای اقتصادی و به دست گرفتن دوباره توان دولت در اداره منابع مالی، در ارزاق، در همین یارانه ها، در هر چیزی که میخواد، قرار شد که اینها معیشت مردم رو در دست بگیرن تا گوش به فرمان باشن. اگر فکرشون این بود که اگر احیانا دولت بتونه تاثیرگذار باشه، بتونه هم اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه و هم بتونه معیشت اونها رو، مشاغلشون و منافعشون رو ازشون بگیره و به صورت قطعی بهشون برگردونه، میتونه که در خواسته‌های خودش به هدف بزنه و صدای جنبش رو کم کنه، اما باز هم نتونسته. خب اتفاقی که در داخل افتاد باعث شده که این تصور در خیلی از بخش‌ها به خصوص در اپوزیسیون‌های خارج کشور رخ بده که فشار بیارن به رهبران جنبش، بگن چرا جنبش کاری نمی‌کنه، چرا جنبش ساکته، شما باید خیلی فعال‌تر بشید. البته اونها خیلی با زیرکی گفتن ما رهبر جنبش نیستیم، ما همراهان جنبشیم. بنابراین اولین خبر از دست رژیم حاکم گرفتن، چون اگه به محض اینکه اینا اعلام کنن ما رهبر جنبشیم، مثلا حتی واکنش هم نشون دادن و طلای هم بپذیرن که رهبران جنبشن، فرداش اینا رو میگیرن، میگن این رهبرمون جنبش فتنه شما، این میگیریمتون پس. ولی همین رویه باعث شده که در بخش‌های از اپوزیسیون خارج از کشور ارتباط با داخل یه مقداری از اون شفافیت و صراحتی که قبلا هم بود کاسته بشه. اینی که من دارم میگم به قطعیت دارم میگم، یعنی اون چیزی که در داخل رخ داده بود و پیوند داخل خارج رو فوق‌العاده پررنگ کرده بود داره کمرنگ میشه. چرا این اتفاق داره میفته؟ چون یه سری مطالبات هست که اینها رو دارن تحمیل میکنن به جنبش در داخل. جنبش ما یک جنبش فکریه، جنبش آزادی خواهی، اما پیش از اون جنبش آگاهی خواهی و آگاهی طلبیه. تا اکثریت جامعه متوجه این شرایط پیشروی و محیط اطراف خودشون نشن، ما نمیتونیم اون چی که به دست میاریم رو نگه بداریم. ما باید اول توان نگه داشتن و تثبیت رو داشته باشیم، بعد به دست بیاریم. این اشتباهی که دیگه نباید تکرار بشه. ولی مردم ول میکنن، ایستاده است کنار ما. وقتی که این احساس جمعی به وجود اومد، نوریه که به تاریکی تابیده. جنبش سبز نوره، جمهوری اسلامی تاریکیه. به محض اینکه این آگاهی به مقبولیت و مجموعه کاملا دستیافتنی تقویت پیدا بکنه، اتوماتیک از بین میره. به همین دلیل که اونا خیلی هوشمندانه مایل نیستند بخش‌های آگاهی، بخش جامعه فعال باشن. حالا وقتی که همه روزنامه‌نگارای ما رو گرفتن، تمام رسانه‌های ما تعطیل شده، مطبوعات تعطیل، کتاب‌ها از بین رفته، پارازیت‌های سرطانزا روی شبکه‌های ماهواری بود، کی باید اون پرچم آگاهی بخشی رو از زمین برمی‌داشت؟ اپوزیسیون در خارج. چقدر ما توی این مسیر حرکت کردیم، چقدر تونستیم نسبت به این وظیفه‌ای که این بار تاریخ بر عهده بیرون از کشور محول کرده، حداقل به موازات درون کشور موفق عمل بکنیم. من به نوبه خودم با تعداد بسیار زیادی از رسانه‌ها، افراد، گروه‌ها یا این شبکه‌های اجتماعی که اخبار داخل ایران رو در خارج از کشور منتشر می‌کنند آشنایی دارم. ظرف 6 ماه گذشته حداقل اگر بدون اغراق بخوام بگم بالای 70 تا 80% فشار توی بعضی از اینها علیه جنبش سبز داره افزایش پیدا میکنه، در حالی که اون ماهیت اصلی وظیفه که بر عهده خودش گذاشته شده، یعنی دوری از تشنج، عدم افزایش مطالبات غیر واقعی در داخل، اصرار بر تعیین مواضعی که شاید وقتش نیست، باید هوشیارانه برخورد کرد. اگر فرض بکنیم ما فشار بیاریم مشخصا به کسانی مثل آقای موسوی یا کروبی،
اصلا اینقدر به اینا فشار بیاریم اینا وادار به انفعال بشن، چیزهایی رو بخوام بگن یا رفتارهایی رو ایجاد بکنند که جدا از اینکه تلفاتی در داخل میدیم یا نمیدیم منجر به یک اقدامات عکس‌العملی شدید در درون بشه، بهانه کافی رو به سیستم حاکم بدیم اونا رو بگیرن بندازن زندان نابود کنن یا هر چیز دیگه. خب رو چی به دست آوردیم اون وقت ما؟ به خصوص اون بخشی که در طیف بیرون از کشور به عنوان فعالین سیاسی هستند حتما از این پختگی و خردورزی بهره مند هستند. ما قرار بوده که جامعه داشته باشیم آزاد، آگاه، در چارچوب منافع ملی اثبات مرزها یعنی حدود ثغور ایران دست پیدا نکنه و یک صندوق انتخاباتی که مردم با مشارکت آگاهانه آینده خودشون رو تعیین کنن. مگر اپوزیسیونی که در خارج کشور هست و در داخل هم مردم ما چیزی غیر از این میخوان؟ نمیخوان. پس این همه بحث و مشاجره و اختلاف عقیده و نظر مربوط به چیه؟ پس اونا موضوعیت بالایی نداره. میتونه اختلاف سلیقه باشه، اصلا هست. در فردا ایران همه اینا وجود دارن. ولی وقتی که ما میتونیم روی کلیاتی که نتیجهش عدم حذف دیگرانه انگشت بگذاریم، چرا میریم روی طبقات پایین‌تر اون چیزی که موجب اختلاف رو پررنگ میکنیم؟ بعد باعث میشیم که شکاف در گسل‌های اصلی ایجاد بشه. پس این یک حرکت ضد جنبشه به وضوح. با هم رو در وایسته نداریم. نشستیم اینجا درباره آینده ایران خودمون که سرزمینمون هست و حتما ما دوست داریم برگردیم صحبت میکنیم. دوستش نداریم حتما داریم. البته اینه که میگم واقعیت اینه که چیز خطا من به جمع نیست. کل موضوع در بیرون از فضا داره عرض میکنه. این چیزی که من میبینم هر روز داشت در ارتباط مستقیم هستم و این باعث نگرانی مردم ما در داخله. فکر میکنین چرا جمهوری اسلامی به شدت ظرف این ماهای اخیر سعی کرده اپوزیسیون فرهیخته و قابل ستایشی که در خارج از ایران هست رو به عنوان سمبولش رو به عنوان تلویزیون‌های مثلا لس آنجلسی نشون بده یا دعواها و مناظرات بین اونها رو حتی ازش برنامه درست میکنه تو تلویزیون داخلی پخش میکنه. دوست نداره که مردم ما بفهمن چه سرمایه‌ای در بیرون هست یا حداقل رابطه رو خدشه‌دار بکنه. دوست داره بگه اونهایی که در خارج از کشور به عنوان اپوزیسیون جنبش سبز نشستند کسانی هستند که به دنبال کسب قدرت هستند. بعد میاد صحبت‌های بعضی رو پخش میکنه. میگه نگاه کنید دارن دینتون رو مسخره میکنن. مردم ما به اندازه کافی اونایی که دیندار هستن جامعه ما جامعه 90% بالاتر از 95% مسلمان هستن. حالا اینکه جمهوری اسلامی اومده و دین اونها رو نابود کرده بود کشور ایرانو، خب یک کسی دیگه میاد بگه دین هست از جامعه بعدی. خب اولا که دین فقط اسلام نبوده، مسیحی و زرتشتی و بقیه خیلی دیگه هم هستن. خب این که نشد که یا بیاد اونها این جملات رو بگه یا مثلا بگه که اینها دنبال این هستن که خودشون رو به شما تحمیل کنند. چقدر ما روی صندوق انتخابات آزاد تأکید میکنیم. هر کس خودش میتونه قضاوت کنه. منشأ آگاهی اجتماعی ما خودآگاهی ماست. هر کدوم از ما قاضی خودمونیم. هیچ کارش هم نمیشه. اصلا من نمیتونم راجع به هیچ کس دیگه قضاوت بکنم مگر در مورد خودم. من اولا میدونم با خودم ولی رو راست باشم. اجازه ندیم این فرصتی که بعد از سالیان دراز قرنها به دست ما رسیده و دلیل به زنگاه تاریخی طبقه متوسط و طبقات دیگرش در داخل مورد حمله واقع شدند و الان توپ در زمین منطقه خارج از کشور هست، به خصوص در زمینه آگاهی بخشی از حقوق ملی، منافع ملی، خاصیت مجتمع بودن خواسته هامون، تمامیت ارضیمون، صندوق انتخابات آزاد از دست بره. چون من از کسی خوشم نمیاد یا من اونو دوست ندارم یا اون از من بدش میاد. چقدر ارزش داره؟ یا درست رفتار کنیم یا ولش کنیم. چرا خرابش کنیم؟ این چیزی که در گردن ما هست ندیده بگیریم.